الله میگه ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشوید. چرا؟ سه عذاب الله در دنیا شامل حال انسانهای زناکار میکند و سه عذاب را در آخرت پروردگار عالم شامل حال انسانهای زناکار میکند. در دنیا الله سبحانه و تعالی نور را از چهرهشان بر میدارد، این عذاب الله است. دوم، ایشان را فقیر میسازد، انسانهای زناکار را الله فقیر میسازد. سوم، الله سبحانه و تعالی عمرشان را کم میکند، برکت را از عمر انسانهای زناکار میگیرد الله. و سه عذابی که در آخرت وعده شده عزیزان گرامی مورد خشم پروردگار عالم قرار میگیرد. سوء الحساب همراهش صورت میگیرد، عذاب بسیار سخت حساب بسیار سخت همراهشان صورت میگیرد. سوم، انتظار جهنم انتظارشان را دارد. از این لبک و چشمک و زبان و چیز جور نمیشود. در روز قیامت این زبان دشمن میگردد. با الله قسم لبک بزنیم روز، چشمک بزنیم روز، در روز قیامت چشم دشمن میگردد، دست دشمن میگردد. خود را حفظ بکن، ناموس خود را حفظ بکن، عزت خود را حفظ بکن. اگر شهوت را نمیشوی یک لحظه فکر بکن من خواهر دارم، من مادر دارم. همین که به حریم مسلمان متجاوز میشوی این را بدان، بگو من هم خواهر مادر دارم، همان طوری که من این را برداشت ندارم برادر با همچنین برداشت ندارد. پس چرا برای خود جرأت میدی که در حدود الله متجاوز میشوی و در حدود بندگان الله متجاوز میشوی؟ من یقین دارم که هر مسلمان چنین احساس بکند هرگز دست به زنا نخواهد زد. پروردگار عالم ما و شما را حفظ داشته باشد.